پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از گمان بد اجتناب کنید، زیرا گمان بد بدترین نوع دروغ است. حدیث متفق علیه. بله برادران و خواهران عزیز، گمان بد گناه بزرگ است که خداوند هم آن را مذمت کرده، بندگانش را از آن منع کرده است. خداوند در آیت 12 سوره حجرات می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزید، بیشک بعضی از گمانها گناه است. صدق الله العظیم. گمان بد پیامدهای خیلی خطرناک دارد که انسانی که ایمان بر روز حساب و جزا داشته باشد البته از آن پرهیز می کند. جنگ و اختلافات خانوادگی که عاقبت آن عموماً به پاش خوردن عائله تمام می شود. جنگ و اختلافات همسایگان و همسنفان و غیره، همه اینها از همین بدگمانی سرچشمه می گیرد که حتی به قتل و کشتار هم نوبت می رسد. گمان بد اگر یک گناه باشد ولی گناهان زیاد را به بار می آورد. بدگمانی می تواند یک فتنه و فساد بزرگ را در جامعه برپا کند. العیاذ بالله. متن عربی حدیث چنین است: عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. متفق علیه.